کنفرانس امروز درود و پیام خود را میرسونم. بعداً بر همه شما صحتی و سلامتی خواهانم، زیرا گفتن تن صحت باشد اگر خاطر جمع دانکه لقمان و سکندر است. امروز من در بین شما همه خلیق اولی سخنرانی میکنم، اگر یکان چی باشد بخشش. زبان تاجیکی یکی از زیباترین، قدیمترین، ابایترین و شیواترین زبانهای دنیاست. بگذار این زبان چون ستاره های تابناک آسمان پرگوهر در دل هر صاحب زبان و سیبتن ابدی باقی ماند. در ردیف این سخنان پر از مهر و وفا و صداقت پیشوای ملت چنین گفتنیم که زبان دولتی شهادتنامه شناخت ملت در طول تاریخ بشریت و پایدار استوار نسل دیروز، امروز و فردای ملت تاجیک است. زبان تاجیکی در طول قرنها از امتحان مشکل تاریخ گذشته اصالت و منزلت خود را تا به این روز نگاه داشته می‌آید. زیرا زبان تاجیکی خود زبان شعر و شاعری و علم، زبان دولتداری، زبان محفل‌آرایی بوده است. با زبان شیوای دلکش تاجیکی عالمان دانشمندان جهان بهای بلند دادند که این برای هر فرد خودشناس خودآگاه باعث افتخار و سرفرازی است. در زمان جهانی شوی فرهنگ و تمدن‌ها حفظ ارزش‌های ملی از جمله زبان تاجیکی برای هر فرد مهم و ضرور است. گرامی داشتن زبان تاجیکی در همه دور زمان‌ها کاری سهل نبود و برای پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن زبان ملت خود و آیندگان میراث گذاشتن خزینه فرهنگی گذشتگان ما زیاد کوشش کردند. خوشبختانه از زمان استاد رودکی تا به امروز هستند نفرانی که به قدر زبان ناب تاجیکی میرسند و برای احیا و رشد این زبان کوشش ها میکنند. در تاریخ ملت اشخاص با تمام همت و مهارت و قوت جانفدایی برای خلق و ملت خویش کار و فعالیت کردند انگشت شمارند. در بین آنها استاد صدرالدین عینی را که افتخار ملت تاجیک است، بیشک تمام دانشمندان جهان همچون فرزانه خلق تاجیک که عمر خود را بر روشنگرایی ملت، این افاده محمد جان شکوری است، صرف کرده است، اعتراف کردند. او توانسته است که امکانات‌های واقعی زبان را برای مردم راهنمایی کند. تنها تالیف اثر بنیادی ایشان نمونه ادبیات تاجیک توانست ثابت سازد که چنین ملتی هست و توسط زبان خویش بیش از 12 عصر باز در خدمت مردم قرار دارد. تالیفات علمی استاد عینی از خصوص دیگر شخصیت‌های شناخته دنیای علم و ادبی تاجیک مثل ابو عبدالله رودکی، میرزا ویدیل، حسین وایزی کوشفی، ابوعلی سینا، زیندی محمود وصفی، احمد دانش و مانند اینها باز هم از امکانات‌های وسیع زبانمان درک می‌دهند. آری هستی هر خلق ملت به زبان او مربوط است. زبان تاجیکی هستی، پایه، شناسنامه، بیانگر حال، سرنوشت، نشان و بزرگی ملت تاجیک میباشد. عمر ملت به عمر زبان وابسته است. برای آنکه نام ملت از صفحه تاریخ بشری نابود نشود، باید چراغ راهنمایی خودشناسی و خود افروزی‌اش زبان را حفظ نماییم. از تاریخ ملت خویش خوب می‌دانید که سامانیان برای سربلندی ملت و مملکت خود در راه استقلال فرهنگ زبان و علم کوشش‌های زیاد به خرج دادند. به این مقصد آثار گذشتگان را زنده کردند. برای شکوفایی زبان مادری خود هیچ گونه یاری و دستگیری را در نداشتند. زیاده از 1000 سال است که خلق تاجیک با زبان شیوای تاجیکی گفتگو کرده. فرهنگ بی‌نظیری خود را چون خط ثبت از یک کتاب به کتاب دیگری تاریخ ثبت می‌کند. شاعران، نویسندگان و دانشمندان عالم شمول مثل رودکی، فردوسی، سینا، ناصری خسرو، کمال خجندی، حافظ، سعدی و دیگران اثرهای جاودانی ایجاد کرده شهرت این زبان را باز هم افزونتر گردانیدند. زبانشناس معروف تاجیک پروفسور شراف‌الدین رستم در یکی از نوشته‌هایش قید کرده است: زبان عطای الهی است و قدرت سوزندگی دارد. هستی هر انسان زبانی است. محض توسط زبان انسان‌ها به یکدیگر راز می‌گویند، درد دل می‌کنند، مشکل‌ها را آسان می‌گردانند و به یکدیگر قرین می‌گردند. نوابسته از فشار چندین کرده اجنبیان این زبان زوال نیافته، برعکس اصالت تاریخ خود را نگاه داشت. محض توسط همین زبان خلق تاجیک هستی خود را دفاع نمود. با همین معنی شاعر شهیر ملت تاجیک بازار صابر میگوید: از سر 100 منبر افتادند نازل‌های او، تا نرفتند از زبان خویشتن. در سر 100 دار جان دادند شاعرهای او، تا نافتد بر زمین قدر سخن. اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی در یکی از مقاله‌اش ذکر کرده است: زبان تجسم فکری هر یک انسان است. همه هستی معنوی روحی انسان را افاده کرده، عالم معنوی روحی را با هم می‌پیوندد و عالم نوی ایجاد می‌نماید. زیرا ذاتاً ایجادکار بوده، نه تنها نیروی ایجادکاری انسان را افزایش تکامل می‌دهد، بلکه او را
تماما دیگر میکند، عالم و آدم دیگر میسازد. حالا وظیفه هر کدام از صاحبان زبان آموختن در نوشته‌ها دانسته استفاده بردن امکانات‌های زبانی است. امروز ما تا کدام درجه در نگارش، سخنرانی و انشای مطالب به قانون و قاعده ناب زبان تاجیکی رعایت می‌نماییم. مسئله بسیار جدی است. باعث تأسف است که اکثرا قاعده املا از طرف استعمال کنندگان این زبان زیبای و رعایت نمی‌گردد. معلوم است که هر زبان با خود قاعده و قانون و خصوصیت‌های خاصی کلمه‌سازی و دیگر واسطه‌های زبانی را دارد. ما صاحبان زبان و ویران کردن چنین قاعده و خصوصیت‌های آن که آن حق هم نداریم، باید به آن اطاعت نموده و منفعت دیگران را نیز به نوبت بگیریم. با شرافت سیاسی ثابت قدمانه و پیگیرانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان که داننده و احترامدار همیشگی زبان ملت کهن بنیاد ما میباشند، زبان تاجیکی ما را با خدمت‌های وطنپرورانشان و اصالت ازلیش نزدیک نمودند. با تشبث سرور دولت محترم امامعلی رحمان 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی به توصیف رسید که این گواه از احترام بلند حکومت دولت تاجیکستان نسبت به زبان تاجیکی میباشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بارها دایر به احترام و ارزش زبان تاجیکی اظهار عقیده نموده تاکید کردند این زبان را که میراث پرقنوات ملت کهن بنیاد ما میباشد چون گوهری که چشم نگاه داریم و آن را انکشاف دهیم